ادامه بخش چهره‌های ماندگار. ابو عبدالله رودکی. ابو عبدالله رودکی قافله سالار ادبیات تاجیک و فارس. برای ما تاجیکان و فارسی زبانان جهان افتخار بزرگ است که با قرار یونسکو سال 2008 جامعه فرهنگی جهان 1150 سالگی فرزند ارجمند خلق تاجیک استاد ابو عبدالله رودکی را تجلیل نمودند. واقعاً شناخت حقیقی اصالت تاریخی ما را وادار می‌سازد که برای رشد و پیشرفت کشورمان از آثار گرانبهای اجدادانمان سبق گیریم و راهی من بعد دولتداری نوین تاجیکان را معین سازیم و تنها در شرایط صاحب استقلالی و صاحب اختیاری تاجیکستان ما امکان پیدا کردیم که با کار و پیکار ابرمردان علم و ادب تاریخ و فرهنگ عالم شمول گذشته خود ارج گذاشته نامشان را زنده نگاه داریم که در صدر آنها استاد رودکی قرار دارد. زیرا استاد رودکی نه تنها پایه‌گذار ادبیات تاجیک و فارس، آدم و شعرا، سلطان شاعران، قافله سالار شعر و صاحب قران شاعری، بلکه رمز بیداری و خودشناسی و استقلال خواهی، اینچنین رمز جاودانه ادب و فرهنگ ملت کهن بنیاد تاجیک می باشد. فعالیت ایجادی رودکی جوان از زادگاهش پنجرود ابتدا گرفته بعداً در محیط مساعد علم و ادب پرور سامانیان وسعت و شهرت یافته است. طبق اخبار سرچشمه‌های تاریخی که از جانب صدها نفر محققان و مورخان تصدیق و تاکید شده است، از عصر 3 پیش از میلاد ساکنان بومی این سرزمین سغدی‌ها بوده. نیاگان ما در این پهنا با نام سغد دولتداری مستقل داشتند که حدود پنجکینت امروزه یکی از مرکزهای آن به حساب می‌رفت. اینچنین در دایره ادبی عصر 7 میلادی شاعری توانای با نام ابو حفص سغدی زندگی و ایجاد کرده است که از آفرندگان نخستین شعر تاجیکی می باشد. دایر به قلمرو سغد و سغدیان هنوز در متن‌های فارسی باستان، کتیبه‌های شاهان هخامنشی و در کتاب هرودوت تاریخ‌شناس یونانی عصر 5 پیش از میلاد سخن رفته است. در کتیبه‌های فارسی قدیم از جمله کتیبه داریوش حدود سغد بین سرزمین‌های خوارزم و باختر معین شده است. وادی زیبا منظر زرافشان در مجموع یکی از قسمت‌های اساسی سرزمین سغد به شمار می‌رفت که این گفته‌ها را تاریخ 6000 ساله سرزم و پنجکینت قدیم ثابت می‌سازد و بیهوده نیست که در اساس میراث بزرگ تاریخی و فرهنگی و معماری و شهرسازی سغدیان قدیم یک قطار محققان سطح جهانی پنجکینت را پامپئی شرق و فلورانسیای خرد نامیدند که این بی‌شبهه باعث افتخار مردم تاجیک است. نسل‌های من بعده و وارثان مردمی که چنین تمدن عالی مادی و معنوی را آفریده است در طول هزار ساله‌های بعدی نیز کوشش و تلاش‌های پیوسته به خرج دادند تا زبان و فرهنگ و استقلال و هویت ملی ما تاجیکان پایدار و استوار باقی ماند. ما تاریخ گذشته‌مان یعنی عصر طلایی دولت سامانیان را یک قطار نابغه‌های سطح جهانی را به میدان آورده است با افتخار به یاد می‌آوریم. زمانی که رودکی قدم به عرصه هستی نهاد از دوره‌های درخشان تاریخ خلق تاجیک میباشد. پس از مبارزه‌های زیاد آزادی‌خواهانه اجداد ما صاحب دولت مستقل گردیده استقلالیت سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی به دست آوردند. در اوج استقلال خواهی خاندان آل سامان خلیفه بغداد وکالت اداره مستقلانه قسم زیادی ماوراءالنهر را به نصر ابن احمد یکم تسلیم نمود. دولت سامانیان توانست در یک مدت کوتاه در مملکت آرامی و ثبات را پایدار ساخته برابر با وجود آوردن ساختار منظم اداره دولتی گسترش فرهنگ بزرگ ملی مردم آریایی نژاد را تأمین نماید. در این دوره سرزمین خراسان و ماوراءالنهر بخصوص شهرهای بزرگ آن و مرکزهای اقتصادی و فرهنگی منطقه تبدیل یافته ساحه‌های گوناگون علم و فن، تجارت و کشاورزی و اقتصادیات و فرهنگ گسترش بی‌سابقه پیدا کردند.